عصر هوش مصنوعی. آرش جوان با کوله‌باری از رویاها و امید از خانه گرم و پرمهر پدر و مادرش در شهرستان خداحافظی کرد. مقصدش تهران بود، شهری بزرگ و پر از فرصت‌های جدید. تهران با آسمان‌خراش‌های بلند و خیابان‌های شلوغش آرش را در آغوش گرفت. او احساس می‌کرد وارد دنیای جدیدی شده است، دنیایی که قرار بود در آن آینده‌اش را بسازد. سالها گذشت و آرش با پشتکار فراوان در رشته هوش مصنوعی تحصیل کرد. او شب و روز را با کدها و الگوریتم‌ها گذراند و هر روز بیشتر به این دنیای شگفت‌انگیز علاقه‌مند می‌شد. سرانجام روز موعود فرا رسید. آرش با افتخار مدرک هوش مصنوعی خود را دریافت کرد. او حالا آماده بود تا دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و دنیای هوش مصنوعی را به همه معرفی کند. آرش ایده‌ای در سر داشت، یک کانال برای آموزش 0 تا 100 هوش مصنوعی. او با شور و شوق فراوان کانال عصر هوش مصنوعی را در تلگرام و ایتا راه اندازی کرد. در این کانال آرش همه چیز را از پایه و اساس آموزش میداد. از مفاهیم اولیه تا پرامپت‌های کاربردی و پیشرفته، همه چیز به زبانی ساده و قابل فهم توضیح داده میشد. کم کم افراد زیادی به عصر هوش مصنوعی پیوستند. دانش آموزان، دانشجویان و حتی بزرگسالانی که می‌خواستند با دنیای جدید هوش مصنوعی آشنا شوند، همگی از آموزش‌های آرش بهره‌مند می‌شدند. عصر هوش مصنوعی فقط یک کانال نبود، یک جامعه بود. آرش برای دسترسی بیشتر، محتوای خود را در یوتیوب، اینستاگرام و ایتا نیز منتشر کرد. حالا آرش از همه شما دعوت می‌کند تا به عصر هوش مصنوعی بپیوندید. اگر می‌خواهید از 0 تا 100 هوش مصنوعی را یاد بگیرید و به دنیای پرامپت‌های کاربردی وارد شوید، این کانال بهترین مکان برای شماست. ما را در یوتیوب، تلگرام، ایتا و اینستاگرام با @asra_ai دنبال کنید و بخشی از این انقلاب هوش مصنوعی باشید.